اولین چیزی که برمیگرده به مسئله عمل، اون چیزی است که فرانسوی‌ها بهش میگن کمپورتمان کلکتیو، یعنی رفتارهای جمعی. ما بعضی از رفتارهای جمعیمون ضد فرهنگیه. ماشین چند میلیاردی میخریم ولی هفته به هفته پیراهنمون رو عوض نمی کنیم، چرک داره. زنمون رو میزنیم، بچه‌مون رو میزنیم، تحقیر میکنیم زیر دست. اینا رفتارهای جمعیه، این ضد فرهنگه. شما نمیتونید بگید با فرهنگم ولی بچه‌تون رو بزنید، زنتون رو تحقیر بکنید، حذفش کنید. این رانندگی رو دیدید؟ رفتارهای جمعی هاست، زشته. همسایه هامون رو حرمتشون رو نگه نمیداریم، مدارا نداریم. اینا رفتارهای جمعیه. اولین نشان فرهنگ رفتارهای جمعیه. دومین چیزی که اعتقاد دارن بهداشته از رفتارهای جمعی. شما نمیتونید مدعی باشید با فرهنگید ولی بهداشت نداشته باشید. و بهداشت قبل از هر چیز آبه. اصلا آبادانی به این میگن. مصرف روزانه یک تهرانی برای شستن و خوردن و ماشین شستن و حمام کردن و ظرف شستن، همینا 250 لیتر در روزه. شاخص خوبیه. منتها من دعوت کرده در زاهدان میخواستن یک چیزی را بندازن، توریست بیاد و اینا. گفتم دست نگه دارید، شما زیربناهاتون لنگه. میزان سرانه یک زاهدانی چند لیتر در روزه؟ نمیدونستم. من با آمار رفتم 3 لیتر. شما نمیتونید با مصرف روزانه 3 لیتر فرهنگ داشته باشید. شبا تو کوچه بر سر خریدن آب از این تانکرها جنگ بود، کوچه به کوچه. شما نمیتونید اونجا مدعی فرهنگ باشید. اول آب میخوان، بهداشت میخوان. سومینش ورزشه. ایرانی‌ها ورزش نمیکنن. ما با ورزش بیگانه ایم، با سلامت تن بیگانه ایم. فقط یک آمار خدمتون عرض میکنم. میزان فضای ورزشی به نسبت سرانه برای اروپایی که 450 میلیون جمعیت داره 16.5 متره. یعنی هر فرد اروپایی 16.5 متر فضای ورزشی داره. در ایران چقدره؟ 1.5 سانتی متر. من شرمم میاد ولی اشکال نداره، بذار بگیم، بذار بدونیم کجای جهان ایستادیم. و تازه ورزش‌های تک نفره وحشی لگد و مشت و اینا رو بلدیم. زیربنای ورزش اروپا 2 میدانیه. در هلند که 15 میلیون جمعیت داره 11 میلیون دوچرخه دارن. بزرگترین باند خیابونای لاهو و آمستردام اینا مال دوچرخه سواراست. ما چرا این تربیت ها رو نداریم؟